خب به نام خدا میخوایم در مورد 5 عامل بزرگ شخصیت. حالا چرا میگیم 5 عامل؟ چرا اصلا 5 تا؟ اینا از کجا اومده؟ چطوری پیدا شد 5 تا؟ و اصلا شما قبولش دارین؟ بهش انتقاد دارین؟ هر مسئله هست بفرمایید. از مکری یا مکری و کاستا. حالا توضیح میدیم، میریم جلو ذره ذره. استاد باشید مکری، مک مثلا هست میگن کریا، کری، کره یه مکری. آره مکری و کاستا. بچه‌ها امروز ما نمیخوایم در مورد یک نظریه شخصیت صحبت کنیم. میخوایم یه جوری صحبت کنیم انگار داریم در مورد شخصیت خودمون صحبت میکنیم. من یه سوال میپرسم. اگه از هر کدوم از شما پرسیده بشه 3 تا از ویژگی‌های شخصیتی خودتون رو بگین، چی میگین؟ خوبش یا بدش؟ چه خوب چه بد؟ 3 تا ویژگیشو بگو. نه هر چی به ذهنت اومد بگو، در مورد خودت فقط باشه. 3 تا؟ آره 3 تاشو بگو. بفهم لجباز، وسواس، دلسوز. شما نمیخوای بگی؟ آره دارم هم ندارم. 3 تاشو بگو. خیلی زودرنج و حساسم، چیزی که از این شما یه موضوع خیلی پیش پا افتاده است، از نظر من خیلی بزرگه. با آدم‌ها اشتباه این چیزی رو بهتون میگم، فرصت اشتباه کردن رو خیلی میدم، میگم انسان اشتباه میکنه، فرصت اشتباه رو بارها میدم و دلسوزی بیش از حد دارم. بسیار، هر دو دلسوزی داشتیم. شما؟ استاد اینکه گاهی خودخواه هستم میشه خودخواه کلا؟ نه هر چیزی که توش نگاه، این من در مورد شما صحبت نمی کنم، خودتون دارین در مورد خودتون صحبت میکنید. صفات خودتون 3 تاشو بگید. هر کدومتون یه چیزایی به ذهنتون اومد. خب درسته؟ 3 تا به ذهنتون اومد و همه اینا بخشی از شخصیت شما هست. این صفات که خودتون جان نه اصلا کاری بد و خوبیشو نداریم، هممون داریم. مثلا به یه نفر میگن چی؟ میگه من پیگیرم. یکی از صفات شخصیتش اینه که پیگیره، وقت شناسه، احترام گذاره. صفت شخصیتی. حالا چه مثبت چه منفی هممون داریم. خب اگر در آینده به عنوان مثلا یه تراپیست خودمون این اختلالات داشته باشیم مشکل نداره؟ خب نه بشه تراپیست. نه میریم حل میکنیم. چرا نشه؟ چه خبر؟ نه خب میره حل میکنه دیگه. میره حل میکنه. هممون مسئله داریم، هممون تو زندگیمون مشکل داریم، مسئله داریم، چی داریم دیگه. کسی هست نداشته باشه؟ نه میریم حل میکنیم، مسئله نداره. نه واسه من که جلو بریم آره بچه‌ها، چرا 2 نفر توی یک خانواده شخصیتاشون با هم دیگه تفاوت داره؟ همیشه این سوال توی روانشناسا بوده. چرا اینجوریه؟ خب پدر یکی، مادر یکی، محیط هم یکی، بیشتر خوراکیایی که میخورن یکسان، مشکلات زندگی یکسانه. چرا این مسائل پیش میاد؟ خیلی عوامل هست، حالا بهش میپردازیم و به این نتیجه میرسیم که بابا آدم‌ها حتی اگر 2 قلو هم باشن باز با همدیگه یه تفاوتایی رو 100% دارن. حتی 2 قلوی همجنس، 2 تا خواهر، 2 تا برادر، باز هم این مسئله بینشون هست دیگه. چه برسه به این که بخوان از مثلا فاصله سنی هم داشته باشن. 100% تفاوت شخصیتی وجود داره. حالا شخصیت چیه؟ خیلی خلاصه میگیم که به الگوهای نسبتاً پایدار. چرا بچه‌ها این کلمه نسبتاًش خیلی مهمه، چون توی کنکور هم همیشه میگن بعضی جا مثلا به یک الگوی پایدار ما میگیم نسبتاً پایدار. این نسبتاً پایدار نشون میده که نسبیه. آفرین، ثبات نداره، میتونه تغییر کنه، داینامیکه، قابلیت تغییر رو داره. بچه‌ها این که شخصیت قابل تغییر داره خوبه یا بده؟ نظرتون چیه؟ خوبه. میشه بیشتر بگی؟ آدم‌هایی توی زندگی یه ضربه شکست خوردن تبدیل شدن به یه ورژن خیلی بد. ولی آدم‌هایی هم بودن مثلا بالاخره اون به اصطلاح مشکلی بلای سرشون آورده افتاده تر شدن، مثلا شخصیتشون
اوکی تر شده. بله بفهم. پس میتونه ما رو هم به سمت بد شدن ببره هم به سمت خوب. شاید هم دو قطبی بشه، افراطی بشه. مثلا آره. مثال میگم استاد، مثلا حالا شاید ربطی نداشته باشه، کسی که مشکوکه مثلا فلان نفر روز اول اینجوری نمی‌کنه. مثلا چجوری بهتون بگم، یه نفر هست یه سری چیزا رو دوست داره، بعد از این مدت خیلی دیگه البته به اون لوکیشن ها رو نداره. پس ببین واقعا همینجوری بچه‌ها، امکان داره این مسائل برای هممون پیش بیاد که ببینیم شخصیت نسبتاً پایداره. یه موقع واکنش ها متفاوته، شخصیت میتونه تغییر کنه، میتونه ثابت هم باشه، میتونه یه فردی باشه تو محیط‌های مختلف هم بره، تو موقعیت‌های مختلف همه اتفاق براش بیفته، حفظ کنه، همون ساختار شخصیت خودش رو حفظ کنه. مثلا کسانی که میگن لجباز، حالا هر کی مثلا لجباز یعنی چی؟ یعنی پایداری بر اون عقیده شخصی. پایداری یعنی چی؟ نقطه مقابل انعطاف، نسبتاً پایدار. آره. بعد هیجان‌ها رو هم شخصیت شامل میشه و رفتارهایی که انسان داره و همه اینا باعث میشه فرد به شیوه نسبتاً ثابتی با کل محیط اطراف خودش، با اجتماع روبرو بشه. و این نسبتاً ثابت میشه قابلیت پیشبینی پذیری. مثلا ما میتونیم بر اساس، به خاطر همین میگم اگه شما شخصیت افراد رو از نظر علم روانشناسی بتونید تا حدودی بشناسین، میتونید رفتارهاش رو در موقعیت‌های آینده پیش بینی کنید. آره میتونیم پیش بینی کنیم. آدمایی که سریعت میکنن. آفرین. تو سکوت بهشون نگاه میکنن. چرا؟ چون شما یه فردی رو در نظر بگیرید، این فرد با این تیپ شخصیت در موقعیت‌های مشابه همونطور فکر میکنه، به یک شیوه خاصی فکر میکنه و اگر شما تیپ شخصیتش رو بتونید بفهمین، از طریق شخصیتش میتونید رفتارهاشو، فکرهاشو، تصمیمهاشو، انتقاداتی که امکان داره بکنه در آینده پیش بینی کنه در موقعیت‌های جدید. حتی احساساتش هم میتونید بفهمید که چه احساساتی در آینده ممکنه براش به وجود بیاد اگر در این موقعیت قرار بگیره، چه هیجاناتی امکان داره ازش سر بزنه. مثلا یه فردی که مثال میزنم خیلی به تمیزی حساسه و وسواس تمیزی داره. خب ما میدونیم اگه بریم توی اتاق این فرد و یک مثلا میگم یک کثیفی رو ایجاد کنیم، این مقدار آشغال بزنیم، آفرین، همین تو اومد تو دعوا میتونیم آره. بعد این ما میتونیم هیجانی که مثلا هیجان چی؟ هیجان خشمش رو میتونیم پیش بینی بکنیم. یا فردی که نمایشی هست، شخصیت نمایشی داره، اگر در یه موقعیتی قرار بگیره که چندین نفر باشن و شما ازش یک درخواست داشته باشین، احتمال این که بخواد جلو این جمع خودش رو خوب پرزنت بکنه وجود داره و میاد رفتار بخششگرایانه انجام میده. و بهترین حالت اینه که وقتی درخواستای مهم و خوبی از این فرد دارین، توی موقعیتی باشه که جلوی دیگران هست، اون درخواست هر چقدر بزرگ باشه ازتون قبول میکنه. چیزی میخوای بگی؟ میخوای تجربه بگی؟ آره. شخصیت نمایشی رو بیشتر باز کنید. نگاه الان واقعا چون داریم در این موضوع صحبت میکنیم واقعا نمیرسیم، ولی اگه موافق باشین بچه‌ها، اگه موافق باشین میتونیم جلسات بعد در مورد آسیب شناسی هم صحبت کنیم، همش صرفاً به شخصیت نپردازیم، مثلا مختلطش کنیم، یه جلسه انگیزش و هیجان یه موضوع بگیم، یه سری از یه جلسه از آسیب شناسی بگیم، یه سری از شخصیت بگیم، پراکندگی بکنیم که جذاب‌تر بشه. وگرنه خیلی موضوع جالبه، این خودش چند ساعت زمان میبره که مثلا اول تعریفش کنیم، بگیم کسانی که این صفت‌ها رو دارن، این نشانه ها رو دارن در طول زمان، در این بعد زمانی، اینا میشن شخصیت نمایشی. این افراد تو موقعیت‌های مختلف اینجوری دارن، احساساتشون اینجوریه، هیجاناتشون اینجوریه، رفتاراتشون اینجوریه. شما هم نظراتتون رو بگین، خودش میشه یه همین تیپ 5 میشه بازیگری. اینا که حالا به شخصیتی بازیگری نگاه به این شکل ما بررسی نمی‌کنیم، ولی دسته اختلالات در زده حال شما ببین سلامتی اختلالاتی که میگیر در ممکنه اگر مثلا یک
چنده؟ سلامت باشین. خواهش می‌کنم. پس بچه‌ها نگاه کنید اینو تیپ 5 یا نه، ما دسته‌بندی اختلالات رو میگیم، بعد میگیم تو دسته مثلا نمایشی در این دسته قرار میگیره، با این اختلالات دیگه هم دسته هست و این نشانه ها رو داره. زمانش باید اینجوری باشه، تو مردا بیشتره، تو زنا بیشتره، سن شروعش، همه رو بررسی می‌کنیم. پس اینو اوکی می‌کنیم. بچه‌ها فرض کنید 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر وارد یه آسانسور میشن. یه نفر برای اولین بار همدیگه رو دیدن. مثلا من یادم همین کلاس چند دقیقه پیش چند تا از بچه‌ها اولین بار بود همدیگه رو می‌دیدن، سریع شروع کردین شما با همدیگه صحبت کردین، کنار هم نشستین، با همدیگه گم گرفتین، صحبت کردین. ولی یه نفر امکان داره که اولین بار یه نفر دیگه ببینه، به جای اینکه صحبت کنه بره با موبایلش رو نگاه کنه. یه نفر مضطرب باشه، یه نفر سکوت کنه. چرا اینجوری میشه؟ همه تو یه موقعیت بودیم، اولین بار همدیگه. آفرین، تفاوت‌های فردی. چرا؟ چون ما شخصیت هامون متفاوته. بس چون مبنای رفتار شخصیته. شخصیت ها با هم دیگه متفاوته. چون شخصیت ها متفاوته، رفتار ما هم متفاوته. هیجاناتمون متفاوته. احساساتمون متفاوته. برخوردها که همون زیر دسته رفتار هست. بله، رفتارهامون متفاوت هست. مثال میزنم. مثلا آقا پایان ترم شما یه درسی رو میرید توی این سایت نگاه میکنید، میبینید 15 شدی. امتحانات مجازی توقع 20 بعد میبینید 15 شدی. وای، مثلا یکی میگه بابا ولش کن، حالا شده که شده. حتی اعتراض هم ثبت نمیکنه. شما کدوم دسته هستید؟ این دسته هستید؟ استاد من اینقدر پیگیر بودم که ترم تابستونی تخصصی قرار مونه. استاد من آقای فرزی آفرین. چی؟ میگم من آقای فرزی از درس فیزیولوژی اینقدر استرس کشیدیم توی جزء اینا که بتونیم به کمک به بچه‌ها بکنیم، بتونیم به کمک به خودمون بکنیم. بچه‌ها یه موقعی می‌بینی یه فردی پیگیر نیست، میگه بابا 15 که شدیم مثلا مهم نیست، ولش کن. اون یک موقعیت، دو رفتار متفاوت، دو تا هیجان متفاوت، یک هیجان بی‌تفاوتی که هیجان خشم. یه نفرم امکان داره رضایت داشته باشه، بگه بابا خدا رو شکر که 15 شدی، همین که 10 نشدیم بشکم بزن، حالش رو ببر. آره مثلا ولش کن 15 چه خوبه، زیادم دو رقمی با دم 2 رقمیه دیگه. چی میگی؟ 2 رقمی. آره بعضی وقتا جالب میگه معدل ما پسرا بالاتر میشه. ولی با من همجوریشون استاد این پسرها نمیدونم. نه شما دخترها بعضیاشون هماهنگیشون ضعیف، پسر با اینجوری دوباشی کار میکنه. پسرها میگن معرفتشون احساس من بیشتره. میدونی من میگم پسرها؟ دخترهای با معرفت هم هستن، نه که نیست. من هم میانگیر دارم، رندوم دارم. میشه من بگم؟ بفرمایید، همه میتونن بگن. پسرها یه سری مطالب که میتونه تو ذهنشون ثبت میکنن، میگه همون تو ذهنشون هست. ولی دخترها ریز و پیز و با هم میتونن حتی مطالب مهم تو افریقا گم میشه. نه، کلی نگر و جزئی نگر هست اینجوری، ولی باز هم این بچه‌ها ما الان نگاه کنید، یکی از معایب بررسی صفت‌های شخصیت و تعدیل اون به 5 تا صفت که امروز میخوام در موردش صحبت کنم، اینه که ما خیلی از صفت‌های دیگر رو مجبوریم نادیده بگیریم. مگه میشه یه انسان تو تمام موقعیت‌ها دسته‌بندی کنیم بعد بگیم تمام انسان‌های کره زمین توی این 5 تا صفت قرار می‌گیرن؟ چقدر موافقین؟ صفر. مگه میشه؟ نه. ولی وجود داره. اینم یک دیدگاه جالبی است که داریم با هم دیگه بررسیش می‌کنیم. حالا یه نفردی هم امکان داره بگه من شکست خوردم، بدبختم، بی‌عرضه هستم، ناتوانم، هوشم کمه، مخم خوب کار نمی‌کنه، من استعداد و توانایی اصلا درس خوندن ندارم، حالا به خاطر یه درس که شده 15. یه نفر دیگه هم میگه نه، شایدم اشتباه شده. برگه من استاد مثلا میگم ترم گذشته 2 تا فامیل یکسان، نام پدر یکسان، تنها تفاوت فقط کد دانشجویی بود که من باید اینو
انجام میدم و اینقدرم حواسم بود که دیگه نگو آخرش هم اشتباه کردم. یعنی تو مثلا حتی من یه دونه یادداشت کنارم بود، این نمره اینه که تو سایت که میرسم آخر یه عددش اشتباه کردم، بعد من خدا پیام داد چی شده، من که گفتم میدونم درسته، رفتم پیگیری کردم، بعد یه مراحل اداری انجام شد، اوکی شد. میگم یه نفرم امکان داره اینجوری باشه، اینم وجود داره، این حالتش هم هست، پس با هم دیگه تفاوت دارن. اتفاق یکسان، برداشت‌ها متفاوت هست. این برداشت‌های متفاوت به شخصیت متفاوت ماها ارتباط داره که همه ما شخصیتمون با هم دیگه متفاوته. پس صفت‌های کلی بگین پسرها، دخترها، خیلی از این صفت‌ها این وسط از بین میره. مثلا بگیم تمام مردم شیراز 3 تا نقطه. حالا خوبیشون رو بگیم بعدش هم. آفرین. میگن دخترها هم باشن اینجوری پسرها هم باشن. مگه میشه؟ خب ما اندازه یک تفاوت اثر انگشت تفاوت شخصیت. آفرین. واقعا همینطوره. مثلا من میشنوم میگن همین پسرها این شکلی نمیگن. چقدر قبولش داری؟ هیچی، واقعا منم همینطوری هستم. باهات موافقم. چی؟ میگم تبعیض قائل شدن واقعا جالب. بچه‌ها آره قبول دارم. بچه‌ها شخصیت با رفتار میتونید بگید یکی تفاوت داره؟ رابطه مستقیم. بیشتر توضیح بدید. یه بخشی از اون شخصیت هست و یه جایی رفتار مشروط با چجور بگم یعنی از اون شخصیت هست که اون رفتار میاد بیرون. همه بگن دونه دونه به شما بگید بعد شما بگید. جان نگاه کنید شخصیت کل انسان‌ها رو اومدن تو 9 تا تیپ شخصیتی بررسی کردن. خب که همه انسان‌ها بودن جزء این نقطه هست. خب ولی من ممکنه مثلا تیپ شخصیتی یک باشه، خب ولی رفتاری از تیپ شخصیتی دیگه برداشته. شخصیت به طور کلیه ولی رفتار جزئی ترین حالت ممکنه که من میتونم از تیپ‌های مختلف برآورده داشته باشم. شما بگین. شخصیت اون چیزی هست که هستیم خودمون باور داریم، بعد رفتار نسبت به موقعیت و مکانی که داخلش نسبت به من نظر همین بستگی داره چه فردی رو مقابلمون باشه، چه جایگاهی باشیم و چه فضایی باشه نسبت به اون رفتار. ببخشید خواهش می‌کنم. دیدم طرف واقعا داشته از حسادت می‌ترکیده ولی یه جوری برخورد کرده سعی کرده مثلا جمع کنه فلان، برخوردش اینجوری بوده ولی شخصیتش مشخص بود. خب دیگه مثلا خانم‌ها معمولا همجنس خودشون رو میشناسن. دیدم مثلا توی مهمونی‌ها دیدم طرف داره از حسادت می‌ترکه ولی با رفتار قشنگ کارا می‌کنه. بچه‌ها رفتار نمود که حسوده مشخص از رفتارش. نه باز خیلی قشنگ چیز می‌کنه. کسی خودش رو دوست داشته باشه حسادت نمی‌کنه. قشنگ هندل می‌کنه. بیاید برای یکی دیگه خود تربیت کنیم همین صحبت‌هایی که دارین می‌کنید با هم دیگه یکم مثلا چالش برانگیز تفاوت داره، اینم برمیگرده به شخصیت تک تکتون که با هم دیگه تفاوت داره، دیدگاهاتون هم با هم دیگه این وسط یکسان نیست، تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم. بچه‌ها رفتار نمود قابل مشاهده شخصیتی. رفتار نمود قابل مشاهده شخصیت. پس یکی نیست با شخصیت رفتار. من قرمز دارم چی؟ بچه‌ها امکان داره 2 نفر توی یک موقعیت یکسان هر دو سکوت کنن. شما نظرتون چیه؟ مثلا نگاه کنید توی موقعیتی الان توی این کلاس امکان داره 2 نفر کامل سکوت کنن، از اول کلاس تا آخر کلاس اصلا صحبت نکنن، در صورتی که ما میگیم صحبت کنید، نظر بدین، تو بحث چالش ها شرکت کنید. شاید من میگم نه در این استرا بشتم یا فکری داری مشغولشون میکنه خب گاهی فقط داره فکر میکنه اصلا نظر من هیچ وقتی نظرشون میشه یا اصطلاح اجتماعی. بچه‌ها خیلی به نکات خیلی جالب اشاره کرده. یه موقع ببینید طرف اومده اینجا موضوع براش جالب نیست.
یه موقع این استراب داره، یه موقع این خسته است، یه موقع این کوفته است، یه موقع این یه درگیری فکری داره. صرفاً آفرین. یه موقع این خسته است. آره. یه موقع این کوفته است، درگیری فکری داره، ذهنش درگیره. اصلا یه موقع این خجالتیه. یه موقع این عصبانیه، یه موقع این درونگراست، همونطور که شما گفتید. پس بچه‌ها از روی یک نقطه نگاه، شخصیت مثل یک نموداره. این بر مثبت بینه‌ها، این بر مثبت بینه‌ها. از روی یک نقطه روی نمودار ما نمیتونیم تیپ شخصیتی رو شناسایی کنیم. به خاطر همین است وقتی میخوام اختلال شخصیت رو در مورد شخصیت صحبت کنیم، میایم تاریخچه رو بررسی میکنیم، مصاحبه میکنیم، تاریخچه‌ش رو بررسی میکنیم. تو در گذشته چه جوری بودی؟ رفتارات گذشته چه جوری بود؟ بعد پدرش، مادرش، همسرش، پارتنرش، خواهرش، برادرش نظر میدن، میگن این همیشه یه دختری بود، همیشه یه پسری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، یهو اینجوری شده. اینجوری نبود اصلا. تغییرش داده. پس نمیام روی یک نقطه زوم کنم. مثلا میگم یکی از شما اولین بار وارد این جمع شده، بعد امروز اتفاقا همون روزی هست که عصبی هم هست، ولی حالا به احترام جمع اومده تو کلاس شرکت میکنه. بعد سکوت میکنه، هیچی نمیگه. بعد شما شاید فکر کنید این یک همکلاسی هست که آفرین دقیقاً حتی احتمال داره منفی برداشت کنه، فکر کنید خودش رو میگیره. آره، ولی این واقعا بعد میبینید جلسه بعد اون عصبانیتش برطرف شده، راحت میگه، میخنده، بعد شما تعجب میکنید، میگه من که فکر کردم این خودش رو میگیره، پس این چجوریه؟ خودشه که نگرفته. پس این که خودش رو نگرفته، این جریان چیه؟ پس بچه‌ها ما از روی یک رفتار، از روی یک هیجان، از روی یک احساس نمیتونیم شخصیت یک فرد رو در تمام موارد مورد قضاوت قرار بدیم. این کار رو نمی‌کنیم. میایم اون رفتار رو دنبال دلیلش میگیم. توی این مقطع زمانی اینجوری بود. مثلا میگم شب عروسیه، شما توی بعد مثلا شما فامیل مثلا یه مقداری شما امکان داره اون شب مثلا به حس بخشندگی گل کنی، مثلا شاباش بدین اینا، ولی بعد خانمتون مثلا دوستتون، همسرتون، پارتنر بعد میگه بابا اون شب فیلم تو من دیدم اینجوری پخش شد، به ما که میرسه خسیس اینجوری هستی، اونجا اینجوری هستی. پس نمیتونیم بگیم که این فرد که تو این مقطع زمانی داره اینجوری پول میریزه آیا یک فرد دست و دلبازی هست یا نیست. نه، اینو نمیتونیم. چقدر ما آفرین، تحت تاثیر محیط بوده، جذب گرفته. آفرین. این فکر کنم شخصیت نمایشی میشه. بچه‌ها امکان داره یه موقع هم شما کمرو باشید جانم. پس جز شخصیت تو حساب نمیاد. نه نگاه، ما گفتیم شخصیت مثل یه نموداره. وقتی میخوایم شخصیت رو بررسی کنیم، نیایم بر اساس یک رفتار، یک هیجان، یک دیدگاه، یک باور، یک صفت بیایم تعمیم بدیم به کل شخصیتش. گفتیم امکان داره یه نفر بیاد تو این کلاس بشینه اصلا صحبت نکنه، یک کلمه هم صحبت نکنه، شاید موضوعی که ما میگیم برای جالب نباشه، شاید عصبی باشه، شاید خسته باشه، شاید هم کمرو باشه، شاید هم همه مطالبی که ما میگیم براش مثل آب خوردن باشه، همش تکراری باشه، بلد باشه. مثلا بیرون هم تجربه شده. مثلا بگیم. نه خواهش من بفهم. من بیرون شده مثلا رفتم پیاده روی، یه اتفاق واسم پیش اومد. بعد خیلی اون لحظه به هم ریخته بودم، خیلی ناراحت بودم. دیدم پیرمرد نشسته رو صندلی. رفتم پیشش نشستم، گفتم آقا اگر بخوام یکی از تجربه‌هاتون رو به من بگید چی میگین؟ بعد وایسا گفت ببین صبر. آفرین، صبر. من سوال کرد گوش کردم. احساس کردم دوست دارم الان تنها باشم. یکم خودم رو پیدا کنم. بعد دیدم وایسا داره از بچه‌ش میگه، از دخترش نسی. تو دارم تو برو دیگه. آفرین. اجازه میدی که باهاش صحبت کنم. من وقتی که ناراحتم دوست دارم که باهاش صحبت کنم.
این ولی هی هر چی رو می‌فهمم برو دیگه بسه. نمیگفت پسر اینجوری آره. با چند من هم نصف یکی داشتن خیلی خب بچه‌ها امکان داره یه موقعی هم علاقه اون فرد مشارکت نداشته باشه، علاقه نداره یا از قضاوت دیگران میترسه، میگه خب من اومدم تو این جمع جلسه اول هم هست زیاد حرف بزنم بهم میگن بچه پر رو هیچی نگم بهتره، از قضاوت دیگران مثلا میترسه. اون سری مریم تو از ماتریکس خارج آره یا مثلا احساس خستگی میکنه. پس یک رفتار به تنهایی برای شناخت شخصیت کافی نیست، نقطه‌ای بررسی نمی‌کنیم. کسانی که نقطه‌ای بررسی می‌کنن دچار اشکال میشن. توی یک جلسه مثلا اولین باره با یه آقای با یه خانم می‌خوای آشنا بشی، توی اون جلسه اون فرد داره نقش بازی می‌کنه، خودش خیلی خوب نشون میده. تو موارد آره. خب مثلا آره. مثلا میاد خودشو فرد حالا کار ندارم دخترم میام مثلا دیت اول پشت نمیام بعد خب نه ما دو دسته دختره، یکی واسه خودش دیست میزنه، یکی واسه اون طرف دیست. اینا خیلی با هم متفاوته. آفرین بچه ها، گذشت زمان که اتفاق بیفته از حالت نقطه‌ای ما به تعمیم میرسیم تو موقعیت‌های مختلف، پوزیشن‌های مختلف، لوکیشن‌های مختلف، صفت‌های دیگر شخصیت رو هم میتونیم بفهمیم و اون موقع از نقطه‌ای خارج میشیم. وگرنه همه تو دیت اول اوکی هستن، بسیار عالی هستن، جلسه خواستگاری، جلسه شغل، مصاحبه شغلی. ولی من مثلا از چشمای طرف مقابل میفهمم. چی میفهمی؟ راست میگه یا دروغ میگه؟ میفهمم. من میفهمم دروغ میگه ولی بروش نمیاد. بعد مثلا یه باری چند روز میفهمی فستاد وقتی شدم توی راست میفهمی. خدا بارو میفهم دروغ میگه میگم مثلا من آشنا که میشم متوجه میشم طرفشون. میخوای تو ریاض دست شما مثلا نمایشناسین و جلو آسی و لباسی دیگه خودش سراغ کرد. خوبه. پس تشخیص میدیم که طرف مقابلمون داره نقش باز میکنه و نقش بازی کنه. بچه همش که برای پارتنری و ازدواج، مصاحبه شغلی، آره، معامله مثلا میره توی نمایشگاه ماشین، نمایشگاهدار کل نمایشگاه اجاره است، مال خودش نیست، همه ماشینا مال جوری وانمود میکنه که ملک کامل مال خودشه، همه ماشینا مال خودشه، در صورتی که اینجوری اصلا نیست، داره این کار رو انجام میده دیگه. خب شما اگه فقط به صرف همون 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت که تو اینو میبینید، ملاقات میکنید، بخواید بسنده کنید، اینو مالک تصور میکنید و در ذهن شما یک شخصیت دیگری ازش ساخته میشه. ولی اگه چند بار بیاین اونجا، یه روزم میرسین اونجا میبینید که داره با یه نفر چونه میزنه، میگه بابا 2 روز دیگه بیشتر مهلت نمیدم، باید اینجا جمع کنی بری. بعد متوجه میشید این آفرین چقدر واقعا شما میتونستید دچار سوگیری بشید اگر فقط به همون یک بار و 1 ساعت بسنده کرده بودید. به همین خاطر ما میگیم وقتی میخوام شخصیت یک فرد رو بشناسیم، تاریخچه‌ش رو بررسی میکنیم، باش مصاحبه میگیریم، توی چند موقعیت مختلف اون رو میسنجیم و همه اینا رو که آره، بعد تصمیممون دقیق میشه. بعد مریم گفتیم که اگه بتونیم شخصیت افراد رو بشناسیم، میتونیم رفتارهاشون رو، احساساتشون رو، باورهاشون رو در موقعیت‌های آینده تا حدود زیادی با درصد خطای پایین پیش بینی بکنیم. خب چرا شناخت شخصیت اهمیت داره؟ چون شخصیت مثل یک ابره که بر همه جنبه‌ها تأثیر داره. یعنی اگه شما بتونید شخصیت طرف مقابلتون رو تا یه حدودی بشناسین، بر بیشتر جنبه‌های زندگی اون فرد آگاه میشین و اگر بتونید شخصیت خودتون رو بشناسین، بر بیشتر جنبه‌های، حالا میگن همه، حتی اینقدر گسترده است که میگیم همه جنبه‌های اون فرد شما میتونید حاکم بشین و بفهمید. چه مدت زمانی و چه موقعیت‌هایی مثلا ما بیشتر انشاءالله میتونیم برای خودمون یا برای دیگران؟
دیگر. خب نگاه کنید بچه‌ها، بستگی به دانش ما داره، بستگی به آگاهی ما داره، بستگی به سطح سواد و تیزفهمی ما و تجربه ما داره. امکان داره یه روانشناس که الان شما روانشناس هستین، یه فرد روانشناس امکان داره تو یه جلسه 2 ساعته که مصاحبه میکنه تا حدود بسیار زیادی شخصیت آفرش طرف مقابلش رو متوجه بشه و بهش بگه و طرف مقابلم قبول کنه، بگه آره درست گفتی، اینجاش درست گفتی، اینجا، و رفتارهاش رو هم بتونه تو موقعیت‌های مختلف پیش بینی کنه. رفتارش، احساسش، ادراکش، باورهاش، هیجاناش، اینا رو بتونه پیش بینی کنه. استاد اگه مرکش هم بزنی یا تستش بکنی یه چیزی هم بهش می‌کنه. قطعاً. ولی امکان داره بچه‌ها وقتی خیلی حرفه‌ای شدین، حتی در بعضی از موارد انقدر حرفه‌ای میشید، انقدر میبینین که با همون مسابقه 1 ساعت 2 ساعته اینجوری متوجه میشید. مثل طلا فروشی هست که طلا رو میبرین پیشش، میگین یه طلا پیدا کردی، گوشوار پیدا کردم، امیدوارم امروز هم پیدا کنید. پیدا کردم، این اصلیه یا نه؟ یه نگاه میکنه میگه چی میگه؟ بله. آره. این شما همینجوری میشید جان. سوالی که من دارم بیشتر راجع به اینه که خب الان که ما هنوز پیش اتاق درمان نیستیم و توی ارتباطاتمون یا حالا همون مصاحبه‌های شغلی یا هر چیزی که بخوایم داشته باشیم، معلفه های شناخت رو مثلا یه سری چشار نمون دادیم، معلفه های شناخت چه چیزی مثلا توی روابط ارتباطات دوستی شخصیت طرف شما فرضی که یه سری رفتارها توی محیطه. مثلا من دوستم رو توی یک اکیپ مثلا بخوام بشناسم، باید بفهمم تو چه موقعیت‌های دیگه باید ببینم اون رفتار رو داره یا چند بار مثلا رفتار رو باید تکرار کنم که من بتونم این رفتار رو به شخصیتش رفت. نگاه کنید بچه‌ها جالبه. بعد نگاه یه نفر میاد امروز باشگاه ورزشی، روز اول ورزش میکنه، بدنش خام میشه، میگیره گرفتگی، عضلانی، کوفتگی و اینا. هفته دوم همون تمرینا ولی اون کوفتگی کاهش پیدا میکنه. هفته سوم، ماه دوم دیگه عادی میشه. آداپت میشه، بدن آماده برای بارپذیری میشه. ماه سوم وزنها میره بالاتر، تمرین‌ها سخت‌تر، فشارتر. ماه هفتم خیلی گسترده‌تر میشه، بدن تغییر شکل پیدا کرده، تجربه به هم زده، اصول ورزش رو یاد گرفته. ما سال دوم حرفه‌ای میره جلو. دیگه اون با اون فرد اول فرق داره. شما وقتی وارد روانشناسی میشین، اون اوایلش خیلی چیزها کند پیش میره. یعنی چی اصلا میشه زرد؟ آره نگاه کن، دوچار گیجی میشیم ما. این چیه اون چیه، ارتباطات رو متوجه چی؟ آفرین. دوچار خطا میشیم، بعد متوجه نمیشیم الان اینو باید اینجا استفاده کنم، اینو اونجا استفاده کنم. سال مثلا فرض کنید ماه چهارم وضعیت یکم بهتر میشه، یه سری چیزا رو متوجه شدین، این به این ارتباط، این اصلا از این جداست، وای اشتباه میکردم، مثلا این به این ارتباطی نداره، این جداست، اینجوریه. یه فردی رو که میبینید مثلا یه آنی اومد یهو اخریو مثلا خیلی ساکت بود، بهش نمیگین درونگرا، بعد متوجه میشین ها شاید هم توی این موقعیته، بس دو تا موقعیت دیگه هم ببینمش، پخته تر رفتار میکنه. بعد ماه چهارم، ماه هشتم، سال اول، سال دوم، به سال سوم چهارم که میرسین دیگه خیلی حرفه‌ای تر میشین، راحت تشخیص میدید نه این اصلا با این ارتباط نداره، این با این یکیه، این با این اصلا تشخیص میدیم که یکی درونگرا با اون که استراب اجتماعی داره رو متوجه میشیم حتی فرقشون. کسی که مثلا صحبت نمی‌کنه متوجه میشیم این درونگرا است استراب اجتماعی. اتفاقا خیلی جالب بود. قبل از اینکه شما تشریف بیارین رها خانم یه سوالی رو پرسیدن خیلی جالب. گفتن که شخصیت خودشیفته با اعتماد به نفس بالا، اعتماد به نفس خیلی بالا. ولی یه چیزی ببینیم جانم اینا اعتماد به نفسشون پایینه، جبران ناشی از احساس ضعف میکنن، یعنی دارن، یعنی اصلا از خود واقعیشون خودشون رو بروز نمیدن، یه چیز خیلی بزرگترشون خودشیفتن، یه خود بزرگی، آسیب پذیریشون بالاست. یعنی اگر که مثل این میمونه، مثل اینکه یه برج ساخته شده ولی به جای اینکه ستوناش بزرگ باشه ستوناش کوچیکه. اگه شما مثلا قطر ستونا کمه،
یه ضربه محکم بخوره میریزه و اونا نگرانن که نریزه. وقتی که نگرانن نریزه چیکار میکنین؟ دور مثلا فرض کنید تو خیابون این درست کردن، چیکار میکنین؟ دورش حفاظ میذارین. مثلا میگم دورش یه جدول کشی میکنیم ماشینا بهش نخورن، بعد میام بیمش میکنیم، میام تابلو نصب میکنیم، دوربین حفاظتی میذاریم، براش نگهبان میذاریم. نمیخوان که اون اعتماد به نفس ضعیفشون شناخته بشه و زیر سوال بره و شکسته بشه. به نظرم که اصلا مثلا دیوارهایی که میان میچینن یا سازا اون خود تخریبی دیگرانه که دیگران رو تخریب میکنه که برج توپ تو زمین دیگران باشه که توپ زمین ما. تو فوتبال چی میگه؟ میگه بهترین دفاع این حمله است. توپو بفرست تو زمین تیم مقابل، دروازه‌بان تو دفاع تو همش تو دوران دلبسته نایه نمیداره به نظرم که یعنی اون توجه و اون امنیتی که باید دوران کودکیشون ندیدم و خودشیفتان مثلا توجه و از محیط اطراف من حس می‌کنم نگاه اون یه نگاه صرفاً این نه یه خود شیف بچه‌ها نگاه رو داریم از این بحث خارج میشه. فقط یه لحظه بگم شما الان متوجه شدین تفاوت رو، یک صفت یک تیپ شخصیتی. نگاه بعضی از مواقع ما باید به تعریف خود اون کلمه توجه کنیم. خود یعنی چی؟ خود شیفته. شیفته که معلومه، یعنی میگه من شیفته یک کسی شدم، یعنی علاقه‌مند شدم، توجه جلب شده به یک موضوع خاصی. خود یعنی اون توجه معطوف به خود باشد. خود شیفته، توجه که باعث همه چیز انرژی روانی معطوف به خود باشد. ما انرژی روانیمون در حالت نرمال هم معطوف به خودمونه هم معطوف به دیگرانه. شما نمیتونی بیای بشینی اینجا بغل دستیتو در نظر نگیری. اینا تو ارتباط خیلی دوچار مشکل میشه. آره چرا؟ چون صرفاً فقط به خودشون توجه. جانم بفهمم. شخصیت نارسیستی که اتفاقا اون دیواره رو میکشن، ولی اتفاقا خیلی آدمای چارمینگ و جذابی هستن توی گفتگو، خیلی خوشروان و خیلی زود میتونن با آدم‌ها ارتباط بگیرن. یعنی توی ارتباط گیری اولیه مشکلی ندارن، توی پایداری ارتباط مشکل دارن. جایی که احساس کنن یه نفر داره وارد اون حفاظه میشه و وارد اون دیواری که ساخته میشه، چون اون خرابه‌ای که پشت این نمای قشنگه هست رو قراره ببینه و برای اینه بعد در مورد دوران کودکیشون معمولاً تا الان 5 نوع در حال شناخته، ولی 2 نوع خودشیفته داریم. یکیش جبرانی، یکیش خودشیفته است. خودشیفته جبرانی که هیچ محبتی تو کودکی دریافت نکرده و بزرگسالی سعی می‌کنه اینطوری افراطی جبرانش کنه. اون یکی یه تایمی دریافت کرده و یهو قطع شده و الان دوباره داره سعی می‌کنه با هر دوش یه جورایی شبیه هست دیگه. بچه‌ها نگاه کنید، ما تو روانشناسی به تعادل خیلی اعتقاد داریم. میگیم اگر توجه پدر و آفرین، چون واقعا هم بهترین پوزیشن، بهترین حالتشه. پس باید الان دمای هوا اینجا مثلا 18 درجه است. 18 درجه یه دمای واقعا قابل قبول و خوبی هست. ولی فرض کن برسونیمش به -6. دیگه واقعا دیگه غیر قابل تحمل میشه. بعد برسونیمش به مثلا 43. اونم غیر قابل تحمل میشه. یه چیزی این وسط ما میگیریم که هم یه مقداری از درجات گرما رو داشته، کسی سردش نشه، هم واقعا قابل نشستن باشه، خنک باشه، بتونید مثلا بشینید اینجا مثلا از کلاس استفاده کنید. پس تعادل یه مسئله مهمیه. ما میگیم چی؟ میگیم پدر و مادر اگر محبت افراطی بکنند این اشتباهه. توجه زیادی بکنند این اشتباهه. اگر بی توجهی هم بکنند اونم اشتباه هست. توجه افراطی از خودشیفتگی توجه اصلا اون توجه افراطیه که یه تایم قطع میشه باعث نارسیسیک نوع 1 میشه. نگاه کنید بچه‌ها، این خودش یه موضوعی است خیلی گسترده است. ما بایستی توجهمون پدر و مادر، اینا خب از دید فروید ریشش برمیگرده به کودکی. توجه پدر و مادر باید یک توجه حساب شده باشه، زیاد نباشه. الان فرض کنید ما الان اومدیم اینجا، این مسئول این سالن هر 3 دقیقه یه بار بیا در بزنه ببخشید شما اوکی هستین؟ میگیم بله بله. بار اول خب، بعد 3 دقیقه بعد بگه کولر اوکیه، بعد بگه نورا خوبه. 4 بار که اومدیم بابا خواهش میکنم دیگه نیاید، اگر مشکلی بود بهتون اطلاع میدیم، هر مسئله بود نه. این میشه افراد. بعد یه موقعیتی هست میبینیم کولر قطع شده، برق رفته، مثلا برق هست کولر قطع شده، اینو میخوایم پیداش کنیم، بگیم بابا این کولر پیداش نمیکنه، حالا بیا بود اصلا نیست،
موبایلش هم زنگ میزنید نه نه اونجوریش خوبه نه اینجوریش خوبه. این هم همین توجه روانی هم باید اندازه باشه، خیلی زیاد خیلی کم. ولی استاد چیزی بگم ببخشید شاید این کلاس اصلا به خیلی ها بر بخوره، من همه رو میگم جمعی. استاد دقیقا جمعی همه آدم ها هممون یه سری اختلالات داریم، هیچ کس کامل نیست. حالا یه نفر مثلا توی هر چیزی یا توی هر چیزی واقعا صرفا هم نمیشه گفت اختلال. بچه‌ها یه موقع می‌بینید شما یک نقطه یه صفته امکان داره. آفرین یه صفت. بچه ما گفتیم که انگ اختلال رو موقعی میتونیم بزنیم که چند نشانه در بازه زمانی وجود داشته باشه، نشانه های فیزیولوژیکی توش نباشه، عامل محرک جدیدی وجود نداشته باشه و بر اثر سوگ، غم، بیماری اینا رو ما زیر نظر میگیریم، بعد میگیم. نمیتونیم همین بگیم به نفر مثلا یه نفر تند بمونه حفظ بگیم این دیگه آخرشه فلان اختلال روانی رو. نه اینجوری نیست میدونید، باید حواسمون باشه. خب بچه‌ها فرض کنید یه فرد برونگراست، مثلا کلمه برونگرا رو حالا میخوایم در مورد صحبت کنیم. خب فردی که برونگراست از جلسه هایی که برگزار میشه، مهمانی ها، تعاملات اجتماعی چیه؟ انرژی میگیره، خیلی براش لذت بخشه. میگه من دوست دارم همش بیرون باشم. بریم بیرون. شما اینجوری هستی؟ آفرین. خونمون خالی نباشه. همیشه مهمون بیاد، بشینیم دور هم دیگه. حرف بزنیم، گپ بزنیم. خلوتی، تنهایی خیلی بده. مثلا یه روز خونه مثلا حالا فرض کن امروز خونه کسی نیومده. اوه چقدر خونه سوت و کوره، چقدر بده. دوست داره گوشیش بهش همیشه پیام روش باشه، اسمس بدن، زنگ بزنه، مهمونی، رفت آمد. توی محیط کارم همینجوره. توی محیط کارم دوست داره با دیگران ارتباط برقرار کنه. کار گروهی تیم ورک خیلی لذت بخشه. در نقطه مقابلش افرادی که درونگرا هستن کار انفرادی رو دوست دارن. میگه من دوست دارم کار با کامپیوتری جا بشینم راحت، نه که تو احوال پرسی کنه، زیاد نگران نباشم، عصبی میشم. میگم که چرا؟ آفرین. آره. حالا اگر شما برونگرایی؟ آره. استاد اگر یه نفر یه سری شرایط خب بالاخره غالب که نیست. مثلا منم تو 20% غالب نیست. بچه جمله خیلی کلمه قشنگیه. غالب نیست. حواستون باشه. در آینده به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. من فکر کنم 80% بود. اگر مثلا یه سری آیتما رو داشته باشیم از برونگرایی ولی خب این سریاش نباشه چی؟ بچه‌ها هیچ کدوم از ما به طور مطلق نه درونگراییم نه به طور مطلق برونگرا هستیم. هممون یک صفت‌هایی از درونگرایی و یک صفت‌هایی از برونگرایی رو داریم، اما میچربه. مثلا یه موقعی می‌بینی مثلا میگم گرایشمون بیشتر از وسط به سمت برونگرایی، گرایشمون بیشتر از وسط به سمت درونگرایی. امکان داره یه فرد درونگرا یه موقعیت برونگرا ببینی که شاخ از سر در بیاد، میبینی که دوستت همیشه ساکت و آروم و اینا هست، بعد تولد فلان دوست میشه، همه جمع میشن، میپره وسط جوری میرقصه که اصلا میگی وای این همونه، اصلا شوکه میشی، میگی واقعا این همونه. آره اصلا من بچه که بودم توقع نداشتم من خیلی حرکت انجام بدم، بعد یه چیزی حرکتی انجام بدم، خانوادم، خواهرام، برادر اصلا همه گرخیدن. آره واقعا همینی. پس نمیشه مطلق بررسی کنیم. بچه‌ها فردی که برونگرا هست اگه 8 ساعت تنها کار کنه بهش بگن آقا تو امروز اینجا هستی تنها، احتمالاً احساس خستگی، احساس کوفتگی، نارضایتی از محیط کار و اگه تکرار بشه حتی امکان داره شغلش هم عوض کنه، بگه من نمیشه همینجوری دیگه، میگم این کارم عوض میکنم. ولی فردی که درونگرا هست آرومتره، دوست داره توی همون محیط شغلی رو داشته باشه که آروم باشه، ساکت باشه. مثلا توی ساختمون میگه اون اتاق بالاییه رو به من بدین، من بشینم همونجا یه بشم تو افق. آره یه محو بشم تو افق، یه چای بذارم، یه قهوه بخورم. کسی که بین این و اونه میشه میانگرا. ما کلمه میانگرا رو به کار نمیبریم، میگیم یک صفت‌های بشه تعادل، یک صفت‌هایی از درونگرایی، یک صفت‌هایی از برونگرایی. بچه خوب و بد داره؟ نه.
خوبت نداره. هیچ کدومش آفرین صفت الزامن هیچ کدومش نه خوبه نه بده. یه سری صفت‌ها رو از این برداریم، یه سری صفت‌ها رو از اون برداریم. مثلا استاد، مثلا من خودم دوست دارم توی جمع پر انرژی باشم، به دیگران انرژی بدم و از جمع استفاده کنم. یعنی اومدم بیرون نگاه میتونستم بگم بخندم ولی قصه خوردم. اینجوری نباشه. بگم بخندم ولی از طرف مثلا الان خونه ما سخابه است، من رفتم اون اتاقی که ته هست من برداشتم. یا مثلا بخوام بخوابیم من دوست دارم گوشه مثلا اون جای به اصطلاح چیزام از همه لذت بردن مثلا همین بری هم اون بری. بله بچه‌ها مهمترین مسئله بد و خوب بودن اینا نیست. این سوال کنکورم بوده. تناسب فرد و موقعیت این مهمه. تناسب فرد با اون موقعیت این از همش مهمتره. اصلا نه دنبال این بری هستیم نه دنبال اون بری هستیم. یه چیزی مثلا تو دوست داری با بقیه داری بیرون خوشگذر خب ولی در این خوشگذر بسرت سر من اینجوری هم که الان اینجا بسنم سر بیرونم بسنم سر نه یه فکر می‌کنم مثلا الان با بچه من عشان خود از تولد شبهات داخل بازی که من از ایجوبت کنم بسنم سر باید که بگو بلند هست بازی ما باعث زیادی بیرون رفتیم از یه تایم اجتماعی بودنش انگار تموم میشه. خب بچه‌ها نگاه کنید میشه گفت نگاه اون موقعیت برای شما حالا یا جالب نیست همون چند دقیقه پیش هم همون با صحبت که گفتیم امکان داره از تا اینجاشو لذت میبری تا اینجاش برات اوکیه بقیه‌اش اوکی نیست یا خسته میشی یا استراب میگی تا اینجاش استراب بله آفرین آره تا اینجاش استراب نداشتیم حالا استراب مثلا ما همون میگیم میخندیم بعد من میگم الان برگار بیاد بیرون امتحان میخوام بگیم ضد حال من چه جایی براش سرگرم کننده از یه جو به بعد نیست. تکراری باشه دیگه نیست. آفرین همه اینا میتونه باشه حالا خودت بگو کدوم میشه ما میریم بیرون یک دقیقه بعد میرسیم خونه دقیقه دوم حسنا سلام کنیم ما بیا بیرون وای خواهر من رستم هاشو میریم دیگه بگیم ادامه بدیم از خونه این دیگه بریم بیرون دیگه دوباره بریم یه دوش در حال گفتن کلمه بریم یعنی هر چند خونه باشم بیا بیرون فقط حالا من حوصله‌ام نمیشه از خونه برم ولی رفتم یه حوصله نمیشه یعنی دوست ندارم که برگردم بیاده رفتی خسته‌اش کنید تا اون وقت خونه بخوابه جان جان نگاه بچه ها میان به عنوان کلمه میانگرا نگاه نکنیم بگیم تعادل همه افراد یه سری صفت ها چند تا صفت برونگرایی و چند تا صفت درونگرایی دارن که حالا بیشتر در چند دقیقه بهش میپردازیم اما نکته مهم تناسب فرد با اون موقعیت این اصلا مهمتره یعنی مهم نیست که شما برونگرا هستین یا درونگرا هستین مهم اینه که رفتارت متناسب با اون موقعیت باشه مثلا اینجا یه موقعیتی از کلاسه یه فردی هست برونگراست دوست داره صحبت کنه گپ بزنه بگه بخنده خب الان توی این موقعیت کلاسی احساس درونیه مثلا من خودم معمولا همه میگن که تو برونگرایی خب ولی زمانی که مثلا اگه مثلا دو سه روز پیش دوستم بمونم یا سفر برم یا هر چیزی اینجوری هم که دوست دارم دو سه روز هم برم توی خونه و با هیچ کس ارتباط برقرار نکنم تا انرژی اجتماعی برگرده این چی میگم بله بله چه ایراد داره انرژی با جالب من اولین بار میشینم نه همه همینه البته اکثر نه نه ایراد نیست مثلا وقتی میریم مسافرت برمیگردم خونه میگم وای چرا دوباره نیستی من تو سفر میگم دیدم مثلا اول شیراز آره بچه ایراد نیست ایراد نیست رفتار باید متناسب با موقعیت باشه توی سفر کیف میکنی میگی میخندی خسته میشی کوفته میشی بعد میری خونه تو خونه استراحت میکنی چون موقعیت عوض شد عالی تلفن جواب نمیدم پیام جواب نمیدم دیگه فاین مال خودم
بر اساس موقعیت. من فقط استاد این که میگن توی مثلا واقعا پیام‌ها این حس رو بهم دست داده، چون تو مثلا مدارس هستم 20 تا گروه کلاسی داشتم، بعد 10 تا گروه روانشناسی بود، 20 تا گروه آموزشی خودم که حالا اسرار هست. مثلا گوشین که باز می‌کردم اون دیدم 300 400 تا پیام سرم گیج میاد مینداختمش، اصلا دوست نداشتم. تنها چیزی که فکر می‌کنم از درونگرایی کنم دیگه یکی از بچه‌های گروه فیزیولوژی اومد دیدی گفت چجوری میتونی راحت حستو بگی. گفتم از چه نظر؟ من توی فیزیولوژی که کلا تموم شد پیام دادم، گفتم من واقعا دلم واسه این سکشن بچه‌ها استاد خیلی تنگ میشه. بعد این واقعا واسه چیز عجیب بود. میگفت چجوری اینقدر قشنگ درست میگی. گفتم به راحتی. واسه من خیلی راحت